آوازخوان 28 ساله توجیک حبیبه بازارова که با تخلص اوسیا و نرنمایی میکند روز 29 ایول سال 2024 در مصاحبه با نشریه اویلا از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی جریمه شدنش به مبلغ 21600 سومونی را تصدیق کرد و گفت مبلغ جریمه را الکی پوره پرداخت کرده است. اوسیا گفت حادثه روز 19 ایول در شهر دوشنبه صورت گرفت. حبیبه بازارova شرح داد که چرا راندن ماشینش را به کسی دیگر باور کرد. از بس که من مست بودم نخواستم که قانون را ویران کنم، بنابراین اداره واسطه نقلیاتم را به اختیار دوستم گذاشتم، ولی نمیدونستم که او هم در حالت مستی قرار داشته است، گفته است اوسیا. بسیاری ها نوشتند که این قضیه همان مصرع مشهور من مستم و تو دیوانه ما را که برات خونه را به یاد میآورد. حبیبه بازارova 29 مای سال 1996 در شهر بختر به دنیا آمده. بعد جدا شدن از شوهر 3 دختر خردسالش را به تنهایی تربیت می کند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 24 ایول سال 2024 خبر داد که از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در پایتخت تاجیکستان واسطه نقلیات تمغه رنج روور رقم‌های قید دولتیش 5328 MH01 بازداشت کرده شد. در نتیجه سنجش معین گردیده است که واسطه نقلیات به شهروند بازار و حبیبه تعلق داشته. او دیده و دانسته اداره واسطه نقلیات را به شهروند برکت سلیم واگذار کرده است و آن هم در حالی که هر دو در حالت مستی قرار داشتند. وابسته به حالت مذکور نسبت به حبیبه بازارova طبق طلبات ماده 332 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده. نسبت به بازار و حبیبه برای به آدم مست دادن حق راندن ماشین جریمه به اندازه 300 نشان دهنده برای صبح برابر به 21600 سومونی یا قریب $2000 تعیین گردیده. برکت سلیم برای در حالت مستی راندن ماشین به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم شد.